به نام خدا. بخش دوم صحبت رو با فایل اکسلی که تنظیم کرده بودیم ادامه میدیم. در این فایل همجور که صحبت شد فاکتور، وریبل های غیر زیستی و زیستی هماهنگ شدن، اعشارا منظم شد، سلا پر شد. نکته که وجود داره، یه وقت میبینید که این یک سال نمونه برداری 4 فصله بوده در مورد نمونه هایی که زیستی فیتوپلانکتون و زوپلانکتون جمع آوری شدن. این مرز رو من مشخص میکنم که یه مقدار جدا باشه که بخوام تحلیل کنیم اشکالی پیش نیاد. میشه غیر از اینم ادامهش همینجور باشه، ماهی مثلا باشه یا هر زیستی دیگه ای. حالا یک محقق بخواد اینو تفسیر کنه باید به چه نحوی اقدام کنه؟ یعنی تمام این سل ها مورد آنالیز قرار بگیرن. طبیعتا کار پیچیده میشه، تحلیل هم مشکل تر میشه و دلیلی هم وجود نداره، عملا یک کار حجبی هست. به این منظور یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم پیشنهادی اینه که از همون ستون اول که زیستیمون شروع میشه میایم ردیف اول رو سام میزنیم، اتوسام رو اینجا میزنیم، اینتر میکنیم. این روش همون روش تعیین فراوانی نسبیه. تمام سلولا رو درگ میکنیم، این قسمت جمع فیتوپلانکتون ماست. مجدد من خدمتون اینا رو میگیرم و یه سامم اینجا میزنیم که تعداد کل فیتوپلانکتون جمع آوری شده برای یک سال به دست میاد. که سل چی هستش؟ در حقیقت الان سل بی زد 161. بعد میایم اینجا فرمول می نویسیم برای فراوانی نسبی. این برابره با عدد سل بالا ضرب داره 100 تقسیم بر سلمون چی بود؟ جمع فیتوپلانکتون این سل بود، بی زد 161 اینتر. حالا اگر ملاحظه کنید من اینو درک کنم ببینید چه اتفاقی میافته. به ما پیام اشتباه میده. چرا؟ برای اینکه الان سل رو بزنیم میبینیم که شده چی؟ سی، درسته که ما بی ایمون بود که در حقیقت چیز داشت، بی زد، یعنی بر اساس فرمول اولی. ما برای این که در حقیقت یه نکته فرمول نویسی در اکسل دیگه که نیاد به صورت ستون بره جلو و عوض بشه، کنار بیزد علامت دلار رو شیفت دلار رو میزنیم. حالا ملاحظه بفرمایید اینو ادامه که میدیم تا سر چی؟ سل آخر. الان این فراوانی نسبی ماست در نمونه های فیتوپلانکتون شناسایی شده. محقق در اینجا میتونه یک ملاکی بذاره که در گزارشش هم حتما باید منعکس کنه یا مقاله‌ای که منظور میکنه. میگه که با توجه به این داده ها اگه بخوایم همین الان مشخص کنیم، بیان کنه که من شاید الان اگه ملاحظه فرمایید بخوایم تعداد بگیم، تعداد 62 نمونه دارم که ستون کنه و اسامی رو بده و فراوانیاش اعلام کنه، مشکلی نداره. ولی اعلام بکنه که من در مورد آنالیز نمونه هایی رو انتخاب میکنم که فراوانی اونها بیشتر از یک باشه. ببینیم به چه نحوی در میاد، چه تعدادی از اینها بیشتر از یک هستن. بر اساس همین عدد زردی که در ردیف زیری نوشته شده در مورد گروه فیتوپلانکتون مشخص میکنه که چه جنس هایی رو میخواد روش آنالیز انجام بده. اینم هست، بغلیش هم همینطور.
مجددا بازم مجدد کاملا همین اعداد اگه مقایسه کنید فراوانی نسبی نگاه کنید مشخصه که مجموعه فیتوپلانکتون موجود در این تحقیق کاملا توضیحشون غیر نرماله. همین الان ما میتونیم چون اینا رو سلکت کردیم مشخص کردیم وقتی میخوایم آنالیز انجام بدیم همینا رو کپی کنیم بیاریم توی شیت بعدی پست اسپیشال میزنیم ولیو میزنیم اوکی. خب همینجا میتونید همین ساختار جدولم بزنید که خطا پیش نیاد. الان این فیتوپلانکتون های سلکت شده است. ما میتونیم این پایین این دوتا ستون هم میتونیم دیگه برداریم چون عملا دیگه فراوانی نسبی معنی نداره، ما سلکشن همون انجام دادیم. اینجا میتونیم رینیم کنیم که بعد نگیم که اینها چیه، میتونیم بنویسیم چی مثلا فیتو چی سلکت. میریم دوباره رو شیت قبلی. این در مورد فیتوپلانکتون بود، یعنی از شمردیم فکر کنم 62 تا بود، الان روی ادامهش بدیم روی 14 مورد ما آنالیز انجام میدیم. میریم سراغ بعدی. تو این مجموعه زوپلانکتون هم چی شده؟ شناسایی شده. باز هم همون کار فراوانی نسبی رو تکرار میکنیم. اتوسام میزنیم که از بالا تا پایین اینتر میکنیم، درگ میکنیم تا آخرین ستون، بعد جمع اینا رو حساب میکنیم یعنی درگ میکنیم، سام میزنیم که تعداد کل زوپلانکتون شناخته شده در اون محیط به دست بیاد. اینجا فرمولش رو مینویسیم برابر است با سلی که جمع ستون هست ضرب داره 100 تقسیم بر عدد جمع اینتر. الان ملاحظه کنید این میشه فراوانی نسبی اولین حالا جنس یا گونه یا گروه زوپلانکتون. اینو میام درگ میکنیم. اشتباه کجا بود؟ مجدد الان همه این سلا رفتن جلو، یعنی ما یادمون رفته که شیفت دالر رو بگیریم. طبیعتا میایم چون باید SW سیو بشه، شیفت دالر رو میزنیم قبلش، اینتر میکنیم، ببخشید رو سلول آخری این که حساب کردیم شیفت دالر رو میزنیم، اینتر میکنیم و تمام اینها رو درگ میکنیم مجدد. خب باز هم با همون معیار الان محقق اعلام میکنه که در منطقه 1 سال نمونه برداری در آبهای خلیج فارس نزدیک 21 نوع زوپلانکتون من شناسایی کردم. این لیستشه، این تراکمشه، این فصلشه، حالا هر جدولی که ارائه داد. ولی وقتی میخواد آنالیز رو شروع کنه کار سنگین میشه، بخواد همه رو بیاره باز همون ملاک میاره، ولی قید میشه که من نمونه هایی رو برای آنالیز انتخاب کردم که درصد فراوانیشون بیشتر از 1 باشه. حالا مجدد این رو سلکت میکنیم، کپی کن توی فایل دیگه اینجا میاریم، احتمالاً که چی باشه برای اینکه حفظ باشه اسپیشال ولیو اوکی. میایم مدل جدولم میکنیم که یه مقدار نظم دیداری هم داشته باشیم. دو ردیف آخر که مال به اصطلاح فراوانیشون بود و فراوانی نسبی هم حذف میکنیم.
اینجا رینیم میکنیم برای اینکه گم نکنیم چی بوده. مثلا زو اس ای، زویی که سلکت شده. خب این وقتیه که من به اصطلاح یک اکولوژیست میخواد کار رو راحت‌تر کنه. تعداد آنالیز طبیعتاً کاهش پیدا میکنه، تعداد نمونه‌ای که میخواد آنالیز انجام بده. کارهای اولیه است. یه متدی دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم، بر اساس این که بسیاری از به اصطلاح اساس یک به اصطلاح میشه گفت اثرات اکولوژیک در هر منطقه‌ای درجه حرارت هست، ما میام با استاندارد کردن درجه حرارت در کل نمونه برداری یک سال، حالا میتونه بر ماهانه باشه، 2 ماه یه بار باشه، فصلی باشه، میایم مرز داده ها رو از اول جدا کنیم. یک سری آنالیز ها طبیعتا وقتی میخواد انجام بشه، هر چقدر دیتای ما به اصطلاح انسجام بیشتری داشته باشه، شاید نتیجه گیری بهتر باشه. مثلا در رگرسیون ها آردو بسیار مهمه. وقتی ما نمونهمون گسترش زیادی داره، به هم ریختگی زیادی داره، ما اگه بخوام رگرسیون رو در داخل همچین سیستم حساب کنیم، شاید به عدد واقعی نرسیم، آردوی درستی در نیاد. طبیعتاً یکی از مرزهای اکولوژی که میتونه برای ما کمک میکنه، از تمپرچر استاندارد شده استفاده کنیم. برای این منظور من خدمتتون توضیح میدم. میام تمپرچر رو سلکت میکنم در تحقیق 2001، اینجا یه شیت دیگه باز میکنم، منتقل میکنم، پست میکنم. برای استاندارد کردن دیتا بخوایم دستی هم انجام بدیم، اینم برمی‌داریم. اون تحقیق مینیمکسیموم بود، منتقل شده بود. روش اولش اینه که در اکسل ما میام اول اوریج میگیریم، برابر است با اوریج داده ها. خب اوریج چی از چی؟ از اولین ستون داده شروع میشه میاد تا انتها. خب یه اینتر میزنیم، بعد انحراف معیار داده ها رو در میاریم، استاندارد که خودش میاد انتخاب میکنیم، دادمون رو از اولین ردیف داده شروع میکنیم تا آخرین. مجدد اینتر میکنیم. در کنار داده اول ما الان میخوام فرمول نویسی انجام بدیم. من یکم بزرگتر میکنم صفحه رو که راحت تر دیده میشه. می نویسیم برابر با پرانتز باز سل اول منهای عدد میانگین. میانگین چی بود؟ این. پرانتز بسته تقسیم بر استاندارد دیویشن. اینتر. حالا درگ میکنیم. چرا باز داره اشتباه نشون میده؟ طبیعتا اگه دقت کنید این اولین سل ما A 161 میانگین، A 162 استاندارد دیویشن. دومین سل شده چی؟ A 162 جا به جا میشه، طبیعتا کشیده میشه به سمت پایین ستون. برای اینکه این اشتباه پیش نیاد، قبل از عدد، چون داره عدد اضافه میکنه، شیفت دالر، مجددا برای همین قسمت شیفت دالر اینتر میکنیم. بعد سه رو انتخاب میکنیم، باز از گوشه میکشیم، به این نحو میشه. این روش رو همون استاندارد کردن داده است. میایم بر اساس همین ستون آخر اینسرت میزنیم، اسکتر میزنیم. ملاحظه کنید اینو من الان میکشم بزرگتر بشه، اینم برمی‌داریم چون نیازی نداریم از یه متغیری که بیشتر نیست. الان ملاحظه کنید دید کلی اینه که از سل حدود 80، اگه بغل ها رو حساب کنید منظور اینه، الان ردیف ما از ستون 80 به بعد تقریبا میشه گفت ما تغییر فرم درجه حرارت داریم. بیایم این الان تطبیق میدیم به شیت 1 ما، ببینیم این 80 کجا واقع شده بود. ملاحظه کنید اینجا میشه. در حقیقت مرز
نشون میده به ما. این چیزی نیست که در مقاله بخواد از این مدل استفاده بشه، ولی میتونیم ازش استفاده کنیم. بیایم مرز دادمون رو 2 قسمت کنیم، بگیم که من الان یه ستون دیگه اینجا اضافه میکنم. خب این الان چیه؟ بهاره. تا کجاست؟ تا ته تابستون بود، این که نشون داد درجه حرارت ما چیزه. میذارم پریود، اینجا میذاریم پریود زمانیه. اینو میذاریم چی؟ دبلیو، یعنی حالا وارم. درگش میکنیم تا سر 80. تا 80 و از قسمت پایین میشه پاییز زمستون. اینو من میذارم استرش کولد، سی مخفف کولد. اینا هم درگ میکنم. البته یه بحث کلیه این روش، باز برمیگرده به 2 چیز. یک این که گستردگی داده های شما چقدر باشه. اگه داده ها خیلی زیاد باشه، مناطق زیادی رو پوشش بده، خب هر چقدر داده زیاد باشه شما بخواید همه رو با هم آنالیز بکنید، نتایج خوبی نمیگیرید. مجبورید که همونجور که کلمه قبلی که من به کار بردم در بخش یک ظروفی رو برای کار خودتون انتخاب کنید و اینها رو به اصطلاح گروه بندی کنید. یکی از روش های گروه بندی کردن همین وارم و کولد سازیه. مثلا اگه بخواد رگرسیون براتون مهم باشه تغییر یک موجود زیستی، مثلا من الان بخوام یک ماهی برام مهم باشه، ببینم که چه عواملی روش تاثیر گذاشته رگرسیون بگیرم، اگه بیام سرد و گرم و با هم یک جا کار کنم آردوم کم میشه. میایم تو محیط گرم اعلام میکنیم، این آردو در میاد برای این فرمول رگرسیونه. برای محیط کلدمونم این رگرسیونه. در حقیقت میشه گفت از میزان خطای کاری ما کاسته میشه. این یه نکته که مجدد خدمتتون عرض میکنم، ملاک تقسیم این گروه ها و به اصطلاح میشه گفت درجه حرارت استاندارد شده است. و از طرفی گروه های زیستی رو هم ما سلکت کردیم. این روشیه که برای تمام چیزای زیستی میشه استفاده کرد و سلکت کرد، تعداد رو کاهش داد. بعد اینا رو در کنار هم یک جدولی شما میتونید درست کنین. الان در این قسمت میایین تمام این غیر زیستی و فاکتور رو میگیرید، کپی میکنید، میذارید اینجا، منتقل شد و فیتوی سلکت شده و زئو سلکت شده، کپی، ادامه فیتو. سلکتمون هم بر اساس چی بود؟ بر اساس فراوانی نسبی و گروه هایی که بیشتر از 1% جمعیت رو شامل می شدن انتخاب کردیم که یک مقدار بیشتر نظم داشته باشه. نکته‌ای که در کارمون ما اشاره کردیم خدمتون عرض شد، طبق همون دستوری که در کتاب اشاره شده تکست هایی وجود داره که مثال پایه ما هست در کتاب و سعی میکنیم از همین نام برای تدریس استفاده کنیم. تکست در حقیقت آدرس شما میتونیم بدیم توی اینترنت که شما بزنید این آدرس رو کاملا قابل بهره برداری و در دسترس اینترنت میزنید، این صفحه میاد.
ملاحظه بفرمایید اولین فایلی که حالا باش برخورد خواهیم کرد تو کارمون مثلا فایل CD. این یه فرمت تکستی که ما از روی اکسل میتونیم بسازیم. این رو من الان تو هر دفعه که شما خواستید استفاده کنید کاملا قابلیت سیو داره، میذاریم رو دسکتاپ سیوش میکنیم. الان همین فایلی که آوردیم رو باز که بکنیم تو قسمت فایل، تو قسمت ادیت سلکت آل رو که انتخاب بکنیم و کپی کنیم با یه اکسل دیگه که اینجا باز کردیم ملاحظه کنید اینجا الان کنترل وی میزنم همه منتقل شد. میتونید هم این چارچوب هم بدید کار راحت باشه. حالا اینو برای این توضیح دارم میدم خدمتتون. مثال که زده میشه تکست رو شما از اونجا میخونید، شما هم برمیدارید استفاده میکنید. بعد شما داده تو آموزش استفاده میکنید، بعد داده هایی دارید میخواد شبیه سازی کنید، میخواید اون آنالیز رو انجام بدید، داده هاتون رو بعد اینجوری ارنج کنید. میتونید برای سهولت که چون تو تکست هیچ دیوار ارزی طولی نیست شاید یکم مخدوش بشه، منتقل کنید رو اکسل ببینید و داده خودتون رو به همین سبک برای اون آنالیز هماهنگ کنید. به این منظور به اصطلاح به کار میره، براتون توضیح داده شد. الان تصور کنید این اکسل منه و من میخوام تکست درست کنم. اینم کاری نداره، شما سلکت بکنید، سلکت یا باید کامل باشه یا از ابتدا کل فایل رو بگیرید. اینو سلکت میکنیم، میایم سیو اولیه رو زدیم که منتقل کردیم. اینجا سیو است که میخواین شما بکنید، نگاه میکنید سیو از تایپ تکست ms دات تکست رو انتخاب میکنید. بعد هر جایی که خواستید الان رو دسکتاپ ما میتونیم اینو داشته باشیم، میتونیم اسمش هم اصطلاحاً چون فایلمون اسمش حالا اسمی انتخاب نکردیم مثلا بی بذاریم، سیو میکنیم، اوکی میکنیم، نو کنسل، چون الان عملا آورده شده. من اینو میبندم، ملاحظه کنید الان در حقیقت اون فایل اکسلی که باز کرده بودیم یه دونه ازش تکست ساختیم برای تکست سازی. بازم این کار تکرار میکنیم چون توی کار طبیعتا نیاز بهش هست. الان چرا نمیشه بندازیم تو سطل آشغال؟ برای اینکه هنوز فایلش بازه. ما این فایل رو میبندیم دون سیو، چون سیو اولیه رو ما زده بودیم، این هم که فایل اصلی مونه. بعد میتونیم اینو بندازیم تو سطل آشغال. فقط خواستیم برای نمایشش که از یک فایل اکسل چجوری فایل چیز ساخته میشه. فکر میکنم تا اینجا کفایت بکنه. انشاءالله تو بخش 3 ادامه مبحث رو خدمتتون خواهیم بود. موفق و مؤید باشید.